ویدیو دیگه از کانال من، یعنی قسمت دوم ماینکرافت سروایول. بچه این قسمت قراره بریم غار و فولاهن بشیم و شاید مزرعه زدیم. خب بچه اول اگه قسمت قبل رو ندیدید حتما برید ببینید. خونه ساختیم، البته الان که روزه درسته. خب الان باید سنگ باید جمع کنم. سنگ که دارم خوبه. چوبم باید ببریم بچه، چون اونجا ممکنه من اینا رو کندم. خوبه دارم سنگ. یادم نبود قسمت قبلی اصلا ساخته بودم. باید مشعلم بسازم، یادم نبود که بسازم. این چوب به همین کارم به همین درد میخوره. اگه مثلا یه وسط قار من چیزم که مشعلم تمام شد باید بیام خونه بعد مشعل بسازم، ولی اینجا میذارم و بریم سراغ قار. این درم ببندم. اگه زامبی بچه میدونست که زامبی میتونه در خونمونو بشکونه ها. زامبی میتونه در خونمونو بشکونه. بچه من اینطوریه ویدیو گرفتنم. اگه مثلا آهنی زغالی چیزی پیدا کردیم بهتون خبر میدیم، یعنی ویدیو رو باز میکنم و بهتون خبر میدم. بچه من یه قار پیدا کردم، امیدوارم توی این قاره آهن بچه خیلی هم عالی. فقط باید اینجا رو ببندم کسی نیاد، اسکلتونی چیزی نیاد. قار جدید پیدا کردم بچه. یا خدا نه یا بچه اینجا از این خونه درختیات خونه که نیست، اینجا پرش چیزه. من کلا یه دونه آهن بیشتر پیدا نکردم. الان باید بیام فرنیس بسازم که یه شیلد بسازم که بتونم برم توی این چیزه. اسمش چیه؟ اسمشو نمیدونم، تو کامنت ها به هم بگید اسمشو. ولی میدونم خیلی چیز خوبی داره. یه دونه آهن. بله بچه باید یه دونه آهن بسازم و شیلد بسازم و همون چیز قبلی. اینجا پر آهنه ولی من ورشون نمیدارم، برگشتنی میام. الان فکر کنم باید برم کدوم ور، نمیدونم بچه کدوم وری برم، چون اصلا راهی نداره به جایی. ببینید اصلا به هیچ جا راه نداره، فقط باید برم پایین. کلنگ آهنی و دایمند، 2 تا دیگه دایمند کردیم. روستای زیر غار اینجا هم پر آهنه. رو لوت میکنم میبینمتون.
کار انجام دادیم. اینور هویجه، اینورم گندمه، اینجا مال خوکه، اینجا مال گاوه، اینجا مال مرغه، اینجا هم مال گوسفنده. حالا نه اینم جوجه نشد. 5 تا دایمند پیدا کردم، آب بی نهایت ساختم، چستا رو مرتب کردم. این قسمت بچه قوقا کردیم، کلی کار انجام دادیم. بسته اینا رو مرتب کنم. خب بچه مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. از این ویدیو لذت برده باشید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بزنید و چنل منم سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.